برادر عزیز دیگه سوال پرسیدین که آیا در بین خانمای رسول صلی الله علیه و سلم کدام جنگ رخ داده است یا خیر. دوست گرامی، رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما همون انسانی هست که با خانواده خود بهتر باشه و من بهترین شما با خانواده خود هستم. خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین خانواده و یک خانواده پر از علم و عرفان و دین و تقوا و عبادت بود. خانمای نبی صلی الله علیه و سلم را الله سبحانه و تعالی در قرآن صفت کرده و گفته اینها مادران مؤمنین هستند. پس آنها مادران من و شما بودن، آنها الگوی اخلاق و قدوه و اسوه برای نسل‌های بعدی بودن. ای کاش که امروز خواهرها و مادرای ما از آنها درس بگیرن و مثل خانمای پیامبر و دخترای پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی را اختیار بکنن. آنها یقینا الگوی تقوا و عفت و پاکدامنی و علم و دانش بودن، لکن معصوم نبودن به این معنا که از خطا خالی نبودن. ولو که خانم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بودن، باز هم بعضی اوقات در بین انباغ ها بعضی نقاط رخ میده، بعضی گپا رخ میده بین انباغ ها و این یک چیزی هست که در طبیعت بشر هست و کل بنی آدم خطا می باشه و خیر الخطائین التوابون. لکن خوبی ها و احسان و اخلاق حمیده آنها آنقدر زیاد هست که این خطایی هایی که از آنها اندک رخ میده او را جبران میکنه و او را محو میکنه. اصلا همو اخلاقی که در بین خود خانمای پیامبر علیه السلام داشتن واقعا یعنی اخلاق حمیده بوده. حتی وقتی که عایشه صدیقه رضی الله عنها متهم به زنا میشه، نعوذ بالله، منافقین تهمت بسته میکنن، از انباغ‌هاش که پرسان میشه که شما چی میگید و میگه اصلا در خوی و بوی عایشه همچون چیز ما نمیبینیم، به عایشه ما همچون گمان را کرده نمیتونیم. فقط یک دختری هست که اندکی سینش خرد است، اگر مثلا وقتی خمیر کردن باشه یک پرنده بیا خمیر شه ببره خو بره، این یک گپ است که خرد آدم است. اما ای که در خوی و بوی از این ما تو اخلاق بعد ببینیم نعوذ بالله که همچون فحشا را مرتکب شده باشه، کلا و حاشا چون این چیز در عایشه دیده نمیشه. یعنی خانم‌ها در وقت میتونستن که بگن بله این تو یک زن بد است نعوذ بالله، لکن از الله ترسیدن و گپ بد در رابطه با انباغ خود نگفتن و زندگی بسیار خوب داشتن و زندگی بسیار خوش داشتن. بینشان بعضی اوقات میشیشتن، قصه میکردن، خنده میکردن، بین خود با الفت و محبت زندگی داشتن خانمای رسول الله علیه السلام. لکن احیانا بعضی گپا رخ داده که در قرآن ذکر هست که چند تایشان بین خود مشوره کردن و از رسول الله علیه السلام تقاضاها کردن، مال و رزق و روزی و لباس زیادتر خواستن و نبی صلی الله علیه السلام یعنی جگرخون شد و بعد از عمر رضی الله عنه آمد و قصه در قرآن هست که نبی علیه السلام باز گفت که اگر شما میخواهید یعنی الله و رسولش میخواهید خوب بخواهید، اگر نمیخواهید الله عزوجل امر کرد که آنها را بگو که ما شما را طلاق میدم. آنها گفتن نه خیر، ما الله و رسولش میخواهیم، ضرورت به مال و دنیا نداریم و ضرورت به از این نداریم که به ما هر چیز بدی. و نبی صلی الله علیه و سلم حتی یک ماه مکمل از آنها ایلا کرد، یعنی گوشه‌نشینی کرد، آنها را ترک کرد تا یک ماه را باز 29 روز که شد، یک ماه پر شد، باز پس آمد به خانم‌های خود رجوع کرد. و همچنان حدیث دیگری که امام بخاری و امام مسلم روایت کرده که رسول صلی الله علیه و سلم مهمان داشت و نوبت یک خانمش بود و عایشه صدیقه میخواد چیزی پخته کنه که خانم دیگه عاجل یک چیزی را روان کرد. باز وقتی که او چیز روان کردی عایشه صدیقه غضب شد و طبق را زد به زمین و طبق شکست، طبق طعام تیت شد. رسول الله علیه و طعام را پس دوباره جمع کرد و به میمانای خود گفت که کلوا بخورید، اغارت امکم، مادر شما غیرت کرد. یعنی انباغا بینشان یک همچشمی می باشه که یعنی نوبتی من هست شما چرا طعام روان میکنید، من خودم طعام را آماده میکنم. و همچنان بعضی زنهای نبی علیه السلام کمی غیرت سریازی کردن که وقتی نوبت نبی علیه السلام به خانه عایشه صدیقه است، باز هر کس توفه های خود روان میکنن در خانه عایشه صدیقه، یعنی وقتی که در خانه دیگه هست چرا روان نمیکنن. همین تو یک گپا رخ میداد احیانا بعضی اوقات و این یک چیزی طبیعی هست که بین انباغ رخ میده. اما ای که آنها جنگ کرده باشن و جنجال کرده باشن و سر و صدا و غالمغال به مثل زنای عصر ما شما ولی نه خیر، آنها مردمای بسیار با حیا و مردمای بسیار با شرم، مردمای بسیار سنگین و مردمای بسیار اخلاقی بودن. یعنی اون قدر گپا که من گفتم واقع شده، بعضی یعنی غیرت کردن سری از اینکه نوبتی ما تو چرا میاری. و حتی عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه ما بعضی اوقات بخیلیم با خدیجه می آمد، در حالی که خدیجه رضی الله عنها وفات کرده بود و زنده نبود. اما رسول صلی الله علیه و سلم وقتی خدیجه را زیاد یاد میکرد عایشه صدیقه میگه من میگفتم که یک زن پیر بود و از دنیا رفت دیگه، یعنی چی ضرور که او قضیات یاد میکنیشه. نبی علیه السلام میگفت که کانت و کانت، او خو عمو تو یک زن بود دیگه، بود او زنی بود که یعنی فراموش نمیشه. خدیجه را صفت میکرد و عایشه صدیقه دیگه بخیلیش میآمد امرای خدیجه رضی الله عنها. اما بدگویی و بدزبانی و یعنی از انصاف دور شدن گپا
از آنها از خاندان نبوت دور بود. بهترین خانه خانواده رسول الله علیه السلام بود. بارک الله فیک.